بعد از گیرنده ها و بخش حسی بدن نوبت بخش حرکتی بدن میشه. همونطور که توی تصویر میبینید تصویر یک انسان رو اینجا به ما نشون داده همراه با ماهیچه هایی که روی اسکلت یا استخوان های بدنش سوار شدن و اتصالاتی که ماهیچه ها به استخوان ها و به همدیگه دارن. پس ما برای حرکت دادن بدنمون هم به پیام عصبی مغز و نخاع احتیاج داریم، هم به ماهیچه ها احتیاج داریم و هم به استخوان ها، چون ماهیچه ها به تنهایی نمیتونن حرکت کنن و در صورتی میتونن با انقباض خودشون منجر به حرکت بشن به استخوان متصل بشن و با منقبض شدن خودشون این استخوان رو حرکت بدن. وقتی که یه ماهیچه منقبض میشه طول ماهیچه کوچیک میشه، طولش کوتاه میشه و ضخامت ماهیچه بیشتر میشه و این باعث میشه که از دو طرف به هر استخوانی متصل هست این دو تا استخوان رو به سمت هم بکشه. حالا در قسمت ماهیچه بیشتر راجع به این مسئله توضیح میدیم. طبق متن کتاب ماهیچه ها و استخوان بندی هر دو با هم دستگاه حرکتی رو تشکیل میدن. حالا اسکلت خودش باز شامل چیزای مختلفیه مثل اتصالات استخوان‌ها و غضروف‌ها. طبق تعریف کتاب به مجموعه استخوان‌ها، غضروف‌ها و اتصالات اونا در بدن استخوان بندی یا اسکلت میگیم. بیشتر استخوان‌های ما در زمان جنینی که شکل گرفتن به صورت غضروف بودن. غضروف و استخوان هر دو بافت پیوندی هستن. این استخوان‌ها به شکل غضروف شکل گرفتن و بعد با ادامه این روند رشد و تکامل مواد مختلفی مثل کلسیم و فسفر، مواد معدنی اضافه شده به ساختار این استخوان‌ها و استخوان‌ها سفت و مستحکم شدن و از حالت غضروفی خودشون خارج شدن. حالا این تصویر استخوان بندی ماست، اسکلت بدن ما که توی آرامیداید اومده و لازم نیست راجع به تعداد هر کدوم صحبت کنیم، ولی به طور کلی اسکلت ما همونطور که توی تصویر مشخصه از دو بخش محوری و جانبی ساخته شده. ما به این قسمتی که حالت صورتی رنگ و قرمز رنگه میگیم بخش محوری، یعنی بخشی که اون ستون اصلی بدن، محور اصلی بدن رو ساخته و از اندام‌های مهمی مثل قلب و مغز و نخاع و اینا حفاظت میکنه. قسمت‌های جانبی هم میشه اون قسمتی که شامل دست و پا میشه و که باعث حرکت میشه و حرکت بیشتری داره. ما توی قسمت محوری حرکت زیادی داریم اما اونقدر زیاد نیست، حرکتاش محدوده، اما بیشتر حرکت ما در قسمت جانبیه. خب همونطور که میبینید جمجمه ما از مغز داره حفاظت میکنه. پس میتونیم بگیم یکی از نقش‌های اسکلت میتونه حفاظت از اندام‌های مهم باشه. یکی دیگه از نقش‌های اسکلت که ما در صفحه‌های بعد باش آشنا میشیم خونسازی هست، یعنی کمک میکنه که سلول‌های خونی ما تامین بشه. به همین علت هم هست که سلول‌های خونی ما شامل سلول‌های قرمز و سفید هستن که اون گلبول‌های سفید در ایمنی نقش دارن و کسایی که دچار بیماری سرطان هستن احتیاج به پیوند مغز و استخوان دارن، یعنی پیوندی که باعث بشه استخوان‌هاشون برای اونها سلول‌های خونی بیشتر و بهتری تولید کنن که حالا جلوتر راجعش صحبت می‌کنیم. مورد بعدی این که استخوان‌های ما شکل کلی بدن ما رو شکل میدن. ما شکل‌های مختلف بدنی داریم که مربوط میشه به ساختار اسکلت و استخوان‌های بدنمون. به جز اونم که گفتیم استخوان‌ها به همراه ماهیچه‌ها باعث حرکت‌های بدن ما میشن و همونطور که میدونیم توی استخوان‌ها کلسیم فراوانی وجود داره و خب توی فصل 6 با این آشنا میشیم که این کلسیم توی کدوم قسمت‌های بدن کاربرد داره. پس میتونیم بگیم یک مکان، یک منبع برای ذخیره مواد معدنی مثل کلسیم هم میتونه باشه. نکته بعدی هم این که همونطور که از قسمت گوش یادتونه استخوان‌هایی ما در گوش میانی داشتیم که در شنیدن ما مؤثر بود. میتونیم بگیم که اسکلت ما میتونه در بعضی از حس‌های ویژمون، درک حس‌های ویژمون هم نقش داشته باشه. اینا میشن وظایف و کارهایی که اسکلت برای بدن ما انجام میده که اینجا راجبش صحبت شده، فقط اون گوش رو نگفته که شما خودتون میتونید اضافه کنید. حالا میشه گفت کمک به حس ویژه یا مثلا کار کردن گیرنده های ویژه، این توی ذهنتون که باشه توی تست میتونید جوابش پیدا کنید. حالا میرسیم به قسمت استخوان. استخوان‌های ما به طور کلی دو نوع بافت توشون دیده میشه، بافت متراکم و بافت فشرده.
بافت متراکم در دیواره استخوان است. همونطور که میبینید این قسمت رو بافت متراکم رو علامت زده. دیواره این استخوان‌های دراز از بافت متراکم هستن و بافت اسفنجی رو توی دو سر این استخوان علامت زده. پس بافت اسفنجی در دو سر استخوان قرار گرفتن و بافت متراکم هم در دیواره استخوان. این چیزیه که از تصویر کتاب برداشت میشه. حالا توی تصویر کتاب یه چیز دیگه هم به ما نشون داده. مغز استخوان رو نشون داده که به رنگ قرمز هست. صحیحش اینه که مغز استخوان قرمز توی قسمت بافت اسفنجی وجود داره. اما خب و اون انگار میله وسط استخوان رو، اون حفره وسط استخوان رو مغز زرد استخوان که شامل چربی ها میشه پر کرده. اما طبق تصویر کتاب ما در تنه استخوان درازمون، تنه این استخوان که این استخوان بازو یا ران میتونه باشه، با مغز قرمز استخوان رو میبینیم. مغز قرمز استخوان هم وظیفش تولید سلول‌های خونیه. روی استخوان هم رگ‌های خونی رو میبینیم که وجود دارن و در واقع وظیفه‌شون اینه که میان از قسمت‌های مختلف وارد استخوان میشن، اون سلول‌های خونی که ساخته شده رو مثلا میگیرن. و خب سلول‌های استخوانی گفتیم استخوان یک بافت پیوندیه و سلول‌های استخوانی هم سلول‌های زنده‌ای هستن، پس نیاز به گلوکوز دارن، پس انرژی احتیاج دارن، مواد دفعی تولید میکنن و همه اینا باید از طریق خون جابجا بشه. پس ما اینجا رگ خونی رو هم داریم قطعاً. استخوان شامل دو بخش بافت استخوان، شامل بخش ماده زمینه‌ای و سلول‌های سازنده بافت. سلول‌های سازنده که همون سلول‌های استخوانی هستن که حالا بعداً می‌خونیم به چند دسته تقسیم میشن. اما ماده زمینه‌ای شامل رشته‌های پروتئینی و مواد معدنی میشه. گفتم بهتون استخوان‌های ما در ابتدا به حالت قضروف و منعطف بودن و با جذب مواد معدنی مثل کلسیم و فسفر یواش یواش سخت و محکم میشن. ما از این جمله میتونیم یه نکته رو برداشت کنیم، اونم اینه که مواد معدنی در استخوان باعث سخت شدن و استحکام استخوان میشن و پروتئین ها، مواد پروتئینی که توی استخوان هستن باعث حالت انعطاف پذیری استخوان میشن. برای همینه که قبل از اینکه بدن ما بیاد این ماده معدنی رو جذب کنه استخوان‌هاش انعطاف پذیری دارن. پس میتونیم این قسمت بگیم که پروتئین‌های ماده زمینه‌ای برای مقاومت در برابر فشار هست و قسمت مواد معدنی برای مقاومت در برابر ضربه‌ای هست که به استخوان وارد میشه. توی این آزمایش هم دقیقاً به همین مطلب میخواد اشاره کنه. سه استخوان رو میاره، یکی رو توی سرکه میندازه، یکی رو میسوزونه و یکی رو هم تغییر نمیده. اونی که تغییر نداده هم رشته‌های پروتئینیش سالمن هم مواد معدنیش هستن. اونی که توی سرکه افتاده مواد معدنیش رو سرکه از بین برده و فقط رشته‌های پروتئینی باقی موندن و اونی که روی آتیش میگیریم و میسوزونیم پروتئین ها از بین میرن و فقط مواد معدنی باقی میمونن. جواب این آزمایش کنید رو براتون میفرستم. بریم سراغ قسمت بعدی. خب همونطور که گفتیم اسکلت شامل استخوان، قضروف و اتصالات بین ایناست. استخوان رو که راجبش صحبت کردیم، حالا میرسیم به قضروف. قضروف گفته در نوک بینی، لاله گوش و محل اتصال استخوان ها وجود داره. خب وظیفه قضروف هم اینه که یه حالت نرم و قابل انعطاف داره، مثلا گوش که باید نرم و قابل انعطاف باشه، یا توی بینی ما چند مدل قضروف داریم که باید نرم و قابل انعطاف باشن. و اما توی مفاصل کاربرد بیشتر قضروف رو ما میتونیم ببینیم، جایی که ما حرکت زیادی رو داریم و احتیاج داریم که این حرکت در زمانی که انجام میشه با کمترین انرژی، اتلاف انرژی انجام بشه. پس قضروف اینجا حضور داره تا اصطکاک رو کم کنه. مفصل ها، ما به محل اتصال استخوان ها به هم میگیم مفصل. حالا مفصل ها بر اساس حرکتی که دارن به 3 دسته تقسیم میشن. مفصل های ثابت، یعنی مفصل هایی که هیچ حرکتی ندارن، صرفا ممکنه یک ارتعاش، یک لرزش ساده توشون اتفاق بیفته، مثل استخوان های جمجمه که همونطور که توی تصویر میبینید توی استخوان های جمجمه
قطعات استخوانی مختلف توی سر ما وجود داره که به حالت زیگزاگ و شیار مانند در هم فرو رفتن، مثل چند تا پازل که کنار هم میچینیدشون. اینا فقط کنار هم قرار گرفتن، حرکتی ندارن، فقط کنار هم قرار گرفتن و علتش هم اینه که این مفصل وجود داره تا زمانی که یه ضربه‌ای به سر ما وارد میشه، اون ضربه تو کل سر نپیچه، توی اون استخوان به اون استخوان وارد بشه، بعد بره و از اون قسمت شکستگی ها یا در واقع از اون قسمت مفصل ها انرژی این ضربه خارج بشه. دقیقاً مثل زمین لرزه است که اتفاق میفته. وقتی زمین لرزه اتفاق میفته چی میشه؟ انرژی ورقه های زمین میاد از شکستگی ها یا گسل ها خارج میشه. اگر ما استخوان‌های جمجمه رو ورقه های زمین در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که این شکستگی ها حکم گسل رو دارن که انرژی از اینا خارج میشه. پس اینا حرکت خاصی ندارن، صرفا وجود دارن تا از سر ما در برابر ضربه و نیرویی که بهش وارد میشه حفاظت کنن. چجوری حفاظت میکنن؟ اگر ضربه به سر ما بخوره، انرژی اون ضربه به جایی که تو کل سر پخش بشه و به همه استخوان‌های سر بلرزن، توی همون یه دونه استخوان پخش میشه و میاد از این مفصل ها اون انرژی خارج میشه. این شد مفصل ثابت که در جمجمه داریم. به جز مفصل ثابت ما دو نوع مفصل دیگه داریم، مفصل‌های متحرک و مفصل‌های نیمه متحرک. مفصل‌های نیمه متحرک مفصل‌هایی هستن که حرکت محدودی دارن. مثل کدوم مفصل‌ها؟ مفصل بین جسم مهره‌هایی که ستون مهره ما رو تشکیل دادن، شامل دو قسمتن. یه قسمت که دندان است و یه قسمت که شبیه دیسکه. ما به اون قسمت میگیم دیسک یا جسم مهره. مفصل‌هایی که بین اون قسمت‌ها وجود داره مفصل‌های نیمه متحرک هستن. یا نمونه دیگه‌اش که توی کتابتون گفته، مفصل بین دنده ها و ستون مهره. شما همونطور که میتونید خودتون حس کنید زمانی که نفس میکشین و دم رو انجام میدید، قفسه سینه‌تون باز میشه. علتش چیه؟ علتش همین مفصل‌های نیمه متحرکن. مفصل نیمه متحرک دنده ها. این مفصل‌ها حرکت دارن اما حرکتشون خیلی کمه. مفصل‌های بعدی مفصل‌های متحرک هستن که حرکت زیادی دارن، در جهت‌های مختلف میتونن حرکت داشته باشن بستگی به نوعشون. مثل چی؟ اینجا 3 مدل مفصل متحرک رو به ما نشون داده. اولیش مفصل انگار مچ دسته که یه نوع مفصل متحرکه و ما بهش میگیم مفصل بیضی. اسمش مفصل بیضیه به خاطر شکل حرکتش. مفصل بعدی مفصل استخوان ران و استخوان نیم لگن هست که توی این تصویر فکر میکنم بهتر دیده بشه. این قسمت اینجا هست، مفصل بین استخوان ران و نیم لگن که این مفصل متحرک، حرکتش در جهت‌های مختلف به صورت چرخشی، به صورت جلو عقبه و حرکت خیلی گسترده‌ای داره، دامنه حرکت گسترده‌ای داره. ما بهش میگیم مفصل گوی و کاسه، چون این قسمت استخوان ران شبیه یک توپ یا یک گوی میمونه و این قسمت در استخوان لگن، این قسمت در استخوان لگن مثل یک کاسه میمونه که این میاد توش قرار میگیره و چرخش رو انجام میده. مفصل بعدی هم دوباره یه مفصل متحرکن که ما بهش میگیم مفصل لولایی، شبیه لولای در عمل میکنه. یکی از استخوان‌های شیار داره و اون یکی استخوان میفته تو شیار این و در یه جهت خاصی حرکت میکنه، مثل مفصل آرنج ما که از این نوع هستش. تصویر استخوان همونطور که گفتم بهتون، ما توی قسمت اسفنجی استخوان مغز قرمز رو داریم و در میله وسط استخوان مغز زرد رو داریم که کتاب ما یه جور دیگه به ما نشون داده، پس ما همونجوری که کتاب گفته یاد میگیریم. شکل کلی استخوان این شکلیه. در دو سر استخوان ما بافت اسفنجی رو داریم، در دیوارش بافت متراکم رو داریم و این وسط یه فضای خالی وجود داره که با مغز زرد پر میشه. در سر استخوان هم مغز قرمز میاد و پر میکنه. همچنین روی استخوان ما یک لایه داریم به اسم لایه زری که از استخوان حفاظت میکنه، رگ خونی و اینجور چیزا داره. این هم یه تصویر از انواع مختلف استخوان‌های مفصل‌های متحرک بدن ماست که توی تصویر میتونید ببینید. حالا میرسیم به ماهیچه ها. ما انواع مختلفی ماهیچه در بدنمون داریم. ماهیچه های اسکلتی، ماهیچه های صاف و ماهیچه های قلبی. نحوه کارشون رو هم که گفتیم. ماهیچه ها چون با استخوان متصل هستن، با منقبض شدن خودشون و کم کردن طول خودشون میتونن استخوان ها رو
حرکت بدن. ماهیچه‌های ما انواع مختلفی دارن، بر اساس اینکه قراره کجا باشن و چه کاری رو انجام بدن تخصصی شدن. یه تصویر بهتر اگه ازش بیارم، این تصویر انواع سلول‌های ماهیچه‌ای بدن ما رو نشون داده. اولی سلول‌های ماهیچه قلبی هست که سلول‌های ماهیچه قلبی همونطور که می‌بینید به هم متصلن، رشته به هم متصلن، ظاهر مخطط دارن و بیشتر از یه هسته دارن. معمولاً 2 هسته دارن، بیشتر از 2 هسته هم ندارن. معمولاً اینطوره. و فقط در قلب وجود دارن، در جای دیگه بدن هم وجود ندارن. نوع بعدی ماهیچه اسکلتی هست که می‌بینید شبیه استوانه‌های باریک کنار هم قرار گرفتن. ظاهرشون هم همونطور که توی تصویر مشخصه مخططه، هسته‌های زیادی دارن و ما نمیتونیم بگیم چند تا هسته دارن مثل مثل ماهیچه قلبی. تعداد هسته‌هاشون ممکنه متفاوت باشه و هسته‌های زیادی دارن. نوع بعدی هم ماهیچه صاف هست. ماهیچه صاف فعالیت غیر ارادی داره. ماهیچه قلبی که گفتیم فقط توی قلبه و فعالیتش هم که خب قطعا غیر ارادیه. ماهیچه اسکلتی ماهیچه هست که برای حرکت ماست، به اسکلت ما متصله و حرکت ارادی رو انجام میده، اما ما میدونیم که ممکنه حرکت غیر ارادی هم داشته باشه. چطور؟ همونطور که توی فصل قبل راجع به حرکت‌های غیر ارادی انعکاسی خوندیم. مثلا وقتی دستمون به جسم داغ میخوره، ناخودآگاه دست ما عقب کشیده میشه. دست ما ماهیچه اسکلتی داره، اما این ماهیچه اسکلتی میتونه به صورت غیر ارادی هم عمل کنه، مثلا در انعکاس‌ها. اما به طور کلی اگر بخوایم بگیم ماهیچه اسکلتی برای فعالیت‌های ارادی هست. ماهیچه صاف برای فعالیت‌های غیر ارادی هست، فعالیتایی که ما دیگه توش دخیل نیستیم، مثلا ماهیچه‌هایی که توی ریه ها وجود دارن، ماهیچه‌هایی که توی دستگاه گوارش ما وجود دارن، ماهیچه دیواره رگای خونی ما، همشون از نوع صاف هستن. ظاهرشون با اون دوتای دیگه فرق داره، دوکی شکل هستن، هر کدومشون فقط یه هسته دارن و عملشون هم که غیر ارادیه. حالا توی این تصویر خوب مشخص نیست، اما رنگشون هم متفاوته. اینجا بازی تصویر رو دارین میبینین از ماهیچه قلبی. این خطوطی که اینجا میبینید، این خطوط شما بعداً میخونید که این خطوط چرا وجود دارن و اگر نباشن چه اتفاق میفته. این به خاطر سرعت انقباض قلب و ایناست که لازم نیست راجبش چیزی بدونید. اینجا یه تصویر بهتر داریم. استخوان اسکلتی که چندین هسته دارن، مخطط هستن، به استخوان‌های ما متصل هستن. ماهیچه‌های قلبی که ظاهر مخطط دارن، بازم بیشتر از یه هسته دارن و فقط توی قلب وجود دارن، و ماهیچه‌های صاف که ظاهر دوکی شکل دارن و توی دستگاه گوارش ما هستن که اینجا روده رو به عنوان نماینده دستگاه گوارش نشون داده، ولی خب ما تو جای دیگه دستگاه گوارش هم این رو داریم. یه نمونه دیگه از جایی که ما میتونیم به صورت غیر ارادی تنظیمش کنیم عنبیه است. گفتیم عنبیه ماهیچه داره و اون ماهیچه‌ها چی کار میکنن؟ میزان نور ورودی رو تنظیم میکنن با انقباض و انبساط. اون هم ماهیچه‌اش به صورت غیر ارادی عمل میکنه و از نوع صاف هست. پس فقط توی دستگاه گوارش ما نیستن. میتونن برای دستگاه گوارش باشن، برای دستگاه تنفس باشن، برای مثلا چشم باشن توی عنبیه و جاهای مختلف. ماهیچه از سلول‌های کوچیکی به اسم سلول‌های ماهیچه‌ای ساخته شده. یعنی سلول ماهیچه‌ای، این چیزایی که اینجا وجود داره، ایناها، این آبی قرمز کوچولوها، اینا جزء ساختار خود سلول ماهیچه‌ای هستن. سلول ماهیچه‌ای در واقع این استوانه‌ای است. خب این سلول‌ها کنار هم قرار گرفتن. تعداد زیادی از این سلول‌ها طولشون خیلی بلنده، هسته زیادی دارن و کنار هم قرار گرفتن و حالا باز توسط یه بافت پیوندی پوشیده شده دورشون، دسته شدن. دوباره این دسته ها کنار هم قرار گرفتن و در نهایت ماهیچه رو به وجود آوردن. این بافت پیوندی که روی اینا رو گرفته، مثل بافت پیوندی که اینجاست، مثل این بافت پیوندی که اینجاست، اینا در نهایت میان یه چیزی رو میسازن به اسم زردپی یا تاندون. تاندون در واقع اون بافت پیوندی است که این ماهیچه رو کنار هم نگه میداره، دسته میکنه و در نهایت به یه استخوان متصلشون میکنه. اینجا میتونید ببینید که توی یه دسته ماهیچه‌ای ما رگ خونی هم داریم. اینا هست. این شد از ساختار ماهیچه های ما و حالا ماهیچه ها چطور کار میکنن.
توی ماهیچه ها ما قسمت هایی داریم به اسم اکتین و میوزین. فعلا راجبش لازم نیست چیزی بدونیم، اما انقباض ماهیچه به اون قسمت ها مربوط میشه. ماهیچه وقتی که منقبض میشه طولش کوتاه میشه. این تغییر طول ماهیچه باعث میشه که قسمت از ماهیچه که به استخوان متصله استخوان رو به سمت خودش بکشه. یعنی یه ماهیچه داریم که از دو سمت به دو تا استخوان مختلف وصله. وقتی که این ماهیچه منقبض میشه و طولش کوتاه میشه، این دو تا استخوان طبیعتاً به سمت هم کشیده میشن. حالا فعالیت ماهیچه رو بیشتر روی تصویر کتاب توضیح میدم. اینجا ما تصویر دست رو داریم و عمل این ماهیچه رو میخوایم ببینیم چجوریه. وقتی که ما میخوایم ساعدمون رو به سمت بازو بکشیم و دستمون رو جمع کنیم چه اتفاقی میفته؟ ما ماهیچه‌ای به اسم ماهیچه دو سر در جلوی استخوان بازو داریم که این ماهیچه از یه طرف به زند زبرین و از یه طرف هم به مفصل شانه متصله که این اتصال گفتیم به کمک تاندون ها انجام میشه. حالا زمانی که ما میخوایم دستمون رو جمع کنیم، این ماهیچه منقبض میشه، طولش کم میشه و ضخیم میشه و حالا این استخوان زند زبرین رو به سمت خودش میکشه. از این سمت هم که خب به مفصل شانه متصله و تکیهگاهش شده. اون طرف استخوان بازو ما ماهیچه سه سر رو داریم. ماهیچه سه سر در حالت استراحت قرار گرفته و میبینید که طولش زیاده و کاری هم انجام نداده. حالا ما دستمون رو جمع کردیم و حالا میخوایم دستمون رو باز کنیم. این که ماهیچه دو سر به حالت استراحت در بیاد به تنهایی باعث نمیشه که دست ما باز بشه. اون سمت هم باید ماهیچه سه سر منقبض بشه تا این دست رو دوباره باز کنه. به چه صورت؟ به این صورت که ماهیچه سه سر در اون سمت استخوان بازو قرار گرفته، اونم از یه طرف به مفصل شانه متصله و از طرف دیگه به زند زیرین متصله. زمانی که این ماهیچه سه سر منقبض بشه و طولش کم بشه، زند زیرین رو به سمت خارج میکشه و دست ما باز میشه. اونجا که مفصل لولایی هست دست ما هم باز میشه. در این حالت که دست رو باز کردیم، ماهیچه سه سر در حالت انقباض قرار گرفته و ماهیچه دو سر هم در حالت استراحت قرار گرفته. میبینید اینجا دیگه اینجا متصله، اینجا هم این دوتای دیگهش به این استخوان متصله. ما به این عمل میگیم عمل کرده جفت ماهیچه ها. یعنی یه ماهیچه اینور منقبض میشه و دست یا استخوان حرکت میکنه، اما برای اینکه برگرده سر جاش استخوان ما لازمه که یه ماهیچه دیگه اون سمت استخوان منقبض بشه. به این میگیم عمل جفت که توی کتاب توضیح داده براتون. استخوان دو سر و سه سر رو هم باید یاد بگیرید که هر کدوم کجای بازو قرار گرفتن. ماهیچه دو سر در جلوی استخوان بازو قرار گرفته و از یک سمت اینجا به زند زبرین متصله و از سمت دیگه به مفصل شانه متصله. اینجا مفصل شانه است. توی مفصل شانه ما استخوان کتف رو داریم و استخوان بازو که میاد متصل میشه و از اون سمت هم طرق و وز جلو میاد که حالا اینا با هم مفصل شانه رو میسازن. استخوان سه سر هم باز از این سمت به زند زیرین متصله و از این سمت هم دوباره به مفصل شانه متصله. به این نکته دقت کنید توی متن کتاب که گفته بیشتر ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارن. یعنی این رو برای بیشترشون گفته، نه همشون، و برای ماهیچه های اسکلتی گفته، نه ماهیچه دیگه ای از نوع دیگه. خب جفت کار کردن ماهیچه ها یعنی چی؟ جفت کار کردن ماهیچه ها یعنی که زمانی که یه استخوان بخواد حرکت کنه، گفتیم خودش به تنهایی نمیتونه حرکت کنه، باید به ماهیچه متصل باشه. ماهیچه منقبض بشه، ماهیچه کوتاه بشه و اون استخوان رو به سمت خودش بکشه. حالا جفت کار کردن ماهیچه ها یعنی چی؟ یعنی زمانی که ما در یک سمت مثلا یه استخوان یه ماهیچه ای داریم، این ماهیچه منقبض میشه و استخوان رو به سمت خودش میکشه، از اون طرف باید یه ماهیچه دیگه وجود داشته باشه که در حالت استراحت قرار گرفته باشه. الان شما اینجا دست رو در حالت باز میبینید. این استخوان بازوه، این ماهیچه دو سره و این هم ماهیچه سه سره. اینجا زند زبرین و این قسمت هم زند زیرین محسوب میشه. این دست الان در حالت استراحته. حالا این دست میخواد جمع بشه و بیاد ساعد رو جمع کنه بالا. همونطور که میبینید از این قسمت و این قسمت و این قسمت ماهیچه دو سر ما به استخوان متصله. اینجا متصله به مفصل شانه که یه مفصل ثابت هست.
مفصل ثابت نیست، یعنی که استخوان شانه جمع نمیشه بیاد پایین. منظورم اینه، وگرنه مفصل شانه یک مفصل متحرکه. و از این طرف هم به زند زبرین متصل هست. اینا زردپی‌ها یا تندون‌ها هستن که ماهیچه رو به استخوان متصل کردن. حالا ببینیم زمانی که دست میخواد جمع بشه چه اتفاقی برای این دوتا ماهیچه میخواد بیفته. همونطور که دیدین زمانی که این دست میخواست جمع بشه و این ساعد بیاد بالا، این ساعد اینجا بود، بعد اومد بالا. چی شد؟ این ماهیچه دو سر ما طولش بلند بود، طولش کوتاه شد، یعنی منقبض شد. این کوتاه شدن طول رو ما بهش میگیم انقباض یا منقبض شدن. طولش کوتاه بود، از اینجا که محکم شده بود به مفصل شانه، بنابراین استخوان این قسمت رو به سمت خودش کشید. در واقع یه نیروی اینطوری بهش وارد کرد و این استخوان رو به سمت بالا کشید و دست جمع شد. خب حالا اگر این ماهیچه به تنهایی به حالت استراحت در بیاد، یعنی طولش دوباره بلند بشه، این استخوان ساعد بر نمیگرده سر جاش. اینجا ما میگیم، اینجا ما جفتی کار کردن ماهیچه ها رو معرفی میکنیم. جفتی کار کردن ماهیچه یعنی وقتی یه ماهیچه این سمت وجود داره و منقبض میشه و این دست رو از اینجا میکشه بالا، این سمت هم باید یه ماهیچه وجود داشته باشه که الان این ماهیچه در حالت استراحته. زمانی که بخوایم ما این دست برگرده سر جاش، این یکی ماهیچه باید منقبض بشه و از طریق این اتصالاتی که داره دوباره این دست رو به سمت عقب بکشه. دوباره توی ویدیو نگاه کنید. دیدین؟ این در حالت جمع شدن دست بود. بعد به این ماهیچه دقت کنید که چجوری منقبض میشه. منقبض شد، طولش کوتاه شد و از اینجا این دست رو به سمت عقب کشید. الان این ماهیچه منقبضه، این ماهیچه به حالت استراحت در اومده و دستم دوباره برگشته سر جاش. این ویدیو رو دوباره ببینیم. انقباض دو سر، انقباض سه سر، انقباض دو سر و انقباض سه سر. به این میگن جفتی کار کردن، یعنی دو طرف استخوان ما دو تا ماهیچه داریم که اول این باید منقبض بشه تا استخوان حرکت کنه، بعد برای اینکه استخوان برگرده سر جاش اون یکی باید منقبض بشه. به این میگیم جفتی کار کردن ماهیچه ها. اینم ببینید، این به تنهایی داره دو سر رو نشون میده. همونطور که میبینید دو سر اینجا دو تا اتصال محکم داره به مفصل شانه و اینجا به زند زبرین وصله. الان طول این ماهیچه بلنده و این ماهیچه در حالت استراحت قرار داره. حالا این ماهیچه منقبض میشه و طولش کوتاه میشه. توجه کنید که چه اتفاقی میفته. این ماهیچه هم کوتاه میشه هم ضخیم‌تر میشه. ضخیم شد، کوتاه شد طولش، اینجا که ثابت بود یعنی محکم شده بود، تکون نمیخورد، بنابراین این استخوانی که از اینجا بهش وصله رو به سمت بالا کشید. اینجا دقیقا همون محل اتصاله، اینجا هم مفصله. فعالیت تشریح بال مرغ رو داریم اینجا که تصویرش رو بهتون نشون میدم. اینم شکل کلی ماهیچه های مهم بدن ما هست. پا برخلاف دست که ماهیچه دو سر جلوی بازو قرار داشت، توی پا ماهیچه دو سر پشت استخوان ران قرار گرفته که البته اینا چون توی آیامیداید قرار گرفته برای امتحانتون که نیست، اما اگر برای آزمون ها یا تستا خودتون میخواین بخونید به این نکته دقت کنید که در پا و دست جای ماهیچه دو سر برعکسه. اینجا بال مرغ نشون داده، این انگشت شستشه، اینجا همون کف دست و مچ و ایناست. توی این قسمت دوباره مثل اینجا تاندون رو داریم، اینجا دوباره مثل دست انسان ماهیچه دو سرش رو داریم، اینجا ماهیچه سه سر رو داریم، زند زیرین و زبرین اینجا زیر این استخوان‌های این قسمت قرار گرفتن، اینجا استخوان بازوش قرار گرفته، اینم مفصل آرنجشه که شکلش رو کشیدم و براتون فرستادم. از روی اون شکل خود شما هم رسم کنید. خسته نباشید.